در این بزم سنجیدیم چیتوز و مزمز را. بریم ببینیم چاکلز امروز چی کار میکنه. خب اولا قرار بود شعر بگی. شعرمو یادم رفت. بریم ببینیم. سلام، اسم من علیه. منم حسنم. اسم منم و کامیاره. خوش اومدید بچه‌ها. علی خوش اومدی. کامیار بیا اینجا. خوش داداش. اومدید به یک قسمت دیگه از فصل اول اشیمشی. بله. من امروز خیلی هیجان دارم. سریع بله. بگو قراره چیکار کنیم کامیار. داداش چرا تو انرژی من هنوز تو شوکم عزیزم. دیوانه شده. من امروز میگم بنده خدا قرار تمام چیپس‌های چاکلز رو بله. تست کنیم بله. و ببینیم خانه چیپس‌های چاکلز کدومه. 9 تا تمام از چیپساش داریم. روال کارم اونطوریه که دونه دونه چیپسا رو میدم بهتون، تست میکنید و بهش از 0 تا 100 امتیاز میدید و 4 تا برتر وارد مرحله بعدی میشن. بچه‌ها قبل از هر چیزی لایک ویدیو، کامنت انگلیسی، زنگوله نوتیفیکیشن و سابسکرایب چنل فراموشتون نشه. آماده این؟ بریم تو کارش. خب بچه‌ها رسیدیم به چیپس اول. چیپس اول شرکت چاکلز. یه چیپس حسن جان لیمو دوست داشتی نه؟ نه. عاشقشه. آره خیلی دوست داره. همیشه لیمو بچگی خامره چطور؟ من ببین صبح خامه رو با لیمو میزنم معمولا. کلا زندگی خود لیمو واسه خودش یه چیزی بود. اصلا یه داستانی داشت. داستانیه. خامم کردم. یعنی مثلا این دیدی لیمو عسل مثلا لیمو عسل چی خام عسل میخورن، خام خام عسل. مربا میخورن، این چیز جدیده دیگه. این خام لیمو میخوره دود همون بودم. بوی لیمو رو میده. آره بوی فقط لیمو میده. خامه فقط مگه علی میده؟ جان، خامه ببین. میده. اینا کوچولو ان، کم بخور برسه. برسه. اگه من بالا بزنم ارزون‌تر بود کوچیک خریدم. من که خیلی حال کردم. بابا مزه پیاز جعفری میده. پیاز جعفری یکم ترشش کن میشه این خامه نداره. پیاز جعفری خوشمزه است، لیمو هم داره. داداش خب میگم پیاز جعفری میخوام چون لیمو خامه بخوام میگم مزه چیز خامه چرا نمیده. این کارا داری بخور خوشمزه است دیگه. نه خب من میرم پیاز جعفری میگیرم. خب بعد چی من اینو بگیرم آخه؟ یه چیز عجیب غریبی به بود. حرف این گوش نکن. چی به حرف این گوش ندی؟ بخرید. نمره 70 به این میدم. من حال نکردم. نه حال کردم. بهش میگم 88. 89 89 برای این رسیدیم به چیپس دوم. چیپس ماست و ریحونه. مستقیم خوردیم دیگه. آره اون واسه چیزام مثلا خوردیم. چی تو مزمزشو خوردی. این چیز خاصی دیگه نداره. فقط ماست و ولی- ریحون میاد. بعد این توشو باید باز کنیم. چاکر سورپرایز می‌کنه. سورپرایز. خداییش بسته‌بندی چاکز از چیتوز مزمز خوشگل. آره من اینو قبول دارم ولی خیلی بعضی خوشگل‌تره. مزمز من بیشتر دوست داشتم. مزه چیپساش باحال. آره چه تاجرش دادی بهش که من امروز خیلی خوشحالم. چرا عاشق چیپسم. نمیتونم واقعا بهتون توضیح بدم. اولش خیلی خوشمزه است، بعد تلخی ریحون میزنه تو صورتت. تلخی ریحون و اینکه خیلی چلوسه، یعنی نم داره، انگار اونجوری آب شد تو خب این دهنم. چیپسای معمولی همشون همونجوری هم دیگه. یعنی چیپس تورت باشه، خشخش درست حسابی کنه، نم رفت پایین، نمیدونم. بعد مزه نیست ولی خوشمزه هم نیست. من قبلی بهش کمتر میدم. کاش که میتونستم براتون توضیح بدم. ولی سیره رو ته داره. سیر یه چیز مثل سیر داره تهش. مثلا ماست و ریحون. ماست دیگه. مزه ماست هم نمیداد. ریحونش هم که به قول تو یه جوریه. من اون قبلی کمتر میدم. 65 میدم. اصلا من بهش حالا یه جوریه. میشه خورد. 74. 74 برای این با زیر 70 به این بدی. چجوری به دوست دارم. به تو چه؟ خب رسیدیم به چیپس تقریبا چیپسی که همه شرکت‌ها دارن. بله. یکی از اصلی ترین چیپس کچاپ. کچاپ عشقه. عشقه. استخر. بسته بندیش هم خوشگله خدایی. خیلی اینو باید تو استخر بخوری یا فقط واسه استخر؟ استخر میگم سرخ. استخر و سس. شد سرخ. استخر و سس. کامیون میگفت توی استخر، من گفتم بعد استخر. حالا ما به اشتراک نظر نرسیدیم منو با کامیون. توی استخر بزنین کچاپ آب. مثلا کچاپ مثلا با سس بخوری، بعد توش دلستر لیمو هم بزنی. لیمو خودش خوشمزه. بخور. از کچاپ چیتوز و مزمز خوشمزه تره. واقعا. خیلی خوشمزه است. از چیتوز مزمز مزه- بهتره. خوش طعم مزه گوجه رو راحت بهتون میرسونه. مزه کچاپه، گوجه نی. آره نمکی و کچاپ و کچاپ و سس این. کچاپ سس رو خیلی داری می‌خوری. خوشمزه. سس قرمز رو داری می‌خوری. 90 91 90 من میدم 92. 92 و خداییش طعمش خیلی خوب. بسته‌بندیش هم قبلی خیلی ها. خوشگله. قشنگه. خب چیپس پشت بعدی تنه که داریم پشت تنه چیپس می‌ذارم. سرکه‌ای هستش. بله. اینا هم بذار آره، پشت تنه پشت. چیپس می‌ذارم. سرکه‌ای هستش بله. از شرکت چاکلز. بله. کاکائو. سرکه همه چی سرکه‌ای من دیگه دیدم دیگه. یعنی خوشگل نیست. این زده، اون زده. زیبا آدم نیست.
قشنگه. آدامس ترکیب زدن. سرکه همه چیز زدم من. ببین من دوغ سرکه زدم، آدامس سرکه زدم. فرض کن آدامس بخوری دهنت بو سرکه بگیره. من همه چیز زدم. والا نکام یا حال میده. آدامس بخوریم از سرکه. خوبه. ملو دلتون نمیزنه سرکش. چقدر سرکش مثلا زیاده. نه. چرا؟ بزن من دیگه کوچولو نمیخوام چون دیگه گنده بخورم. براشون بخور. سرکش زیاده ولی خیلی خوش‌طعم بود واقعا. خوش سرکش آشغالی نبود. آره. حال داد. نمکش هم اوکی بود. ولی به نظر من زیاد بود. بهش چند سرکش میدونم زیاد بود. سرکش زیاد بود نظرم. من 80 بهش. من مخالف علیدم چجوری میگه سرکش زیاد سرکش بود. به نظر من تو هم. سرکش ملو بود و خوشمزه بود. بهش میدم 88. 88 برای این 88 چند دادی؟ 80 من دادم. 8 تا بود. خب چیز بعدی که داریم چیز ساده است. چیز ساده ساده. نمکی ساده دیگه بیسیک. بیسیکه. چقدر خوشگله. چیز دیگه نداره؟ نمک و بزن ببین تمزه فلفل و یه چه میدونم لیمو اینا رو یهودی من از یه کامیون شرکت خواهش میکنم یه نمکی رو آبی نزنن. آقا خب چی بزنن؟ قهوه که آخه نمیدونم نمک بزنن. آبی نیست آقا، نمک دریا کامل سفیده. بار برات توضیح داد. دریا همه نمک ها از دریا که نمیاد از کجا میاد؟ از کجا جنگل میاد؟ میاد. جنگل. دیوانه است. ما دوستان خواستیم بندازیمش بیرون خودش نرفت. پارتیش کلو بازیش کلو بوده. پلاتات آماده است داره؟ بریم آقا. پلاتات آماده است؟ آماده من با سرکه یک پلاتمون سوزون. سیب زمینی اصلا حال نکردم. قیافه علی میاد تو زنم وقتی میخورم سیب خیلی زمینی. ممنونم. آقا من اصلا حال نکردم. نمک نداره. ساده است سیب زمینیه. نمکی داره. نمکی. ساده است. یعنی به معنای کلمه که دیگه ساده، یعنی یه سیب زمینی رو واسهتون درست کردم، کم روغن و نمک نداره. نمک باید داشته باشه. بشم میدیم. من چون نمک دوست دارم داشته باشه. نمک نداره 75. نه من نمکش به نظرم به اندازه بود ولی یکم نمدار بود. چلوسه به قول تو. چلوسی که داره آره. و نمک نداره. نمکش نمکش خوب بود. خوشمزه. یعنی ببین به نظر من اینو تو میتونی مثلا 3 ساعت بخوری. اول گوشم اذیت میدی هم بهش. نشی. اول بهش گوشم. من میدم 79. خود دوست دارم یه طعم 79. من دوست دارم یه طعمی بده وقتی یه چیزی میخوری. سال تولدم بودم. 79 سال آفرین. تولد تو هم هست. آفرین. اصلا تو 80 ولی من خوب 80 دوستم. این 80. 80 من 78 ام ما میدونیم 80. چیپس بعدی که داریم چیپس سبزه. سبز سیر و سبزیجات. سیر و سبزیجات. آره مثل پیاز جعفری که این سیر و سبزیجات. ما سیر ندیده بودم. پیاز دیده بودیم همه دیگه. من پیاز عاشق مزه سیر و پیاز و سبزیجات و اینا. کلاً اگه دیگه- خوشمزه باشه من خیلی دوست دارم. دیگه اگه خوی انسان اولی درت باشه باید از گیاه خوشت بیاد. بوی سبزیجات این عجیب غریبی میده. من بخاطر سیر است. اوه من تو با هم بخورم. سیر. ده تا سیر که نه. آره حاجی. ولی خوشمزه است. خیلی مزه سیر میده. ولی خوشمزه است. یکم هم مزه چیپس های پیتزایی میده. آره دقیقاً. ناموسن خدای قشنگ چیپس پیتزایی که با سیر قاطی قاطی کردن. شده. دقیقاً. چیپس پیتزایی ها. آفرین، خیلی قشنگ. خب چیپس پیتزاییه. مزه و گیاهشو میگیری، مزه مثل سبزیجات. نه. من مزه سبزیجاتو نمیگم. روش هستا. ولی مزهش نگرفتم ولی خیلی خوش‌طعمه. خیلی خوشمزه. خیلی خوش‌طعمه دوباره ولی میخوام. دهنتون بعدش نابود ها. نرید مهمونی پیش قرار یه آه. جایی رو سیر میگیری. 88. زیر 90 بهش میدم. گوجه کمتر. 91. 91. خیلی دوستش خیلی داشتی. خوشمزه. من سیر دوست دارم. خوش‌طعم بود. خب بچه چیپس بله. بعدی و چیپس آخر از ساده های چاکس. ساده داریم هنوز. بله قارچ و خامه. اینو فکر می‌کنم مزه توی چیپس مزمز یه چیتوز یکیشون بود خام. ببین اصلا دقت کردی خوشگله. تمام شرکت‌ها یه خامه تنگ یه چیزی میزنن که آره میگن ما این دیگه. کاری، ولی اصلا مزه خامه رو ما نگرفتیم واقعا. خامه کلا مزه ببین آخه اون خامه به معنی چرب و چیز آفرین. ما مغزه اون تو خامه و عسله. خود خامه هم خیلی مزه خاصی نداره. راستی نه کاملا گفته با هم بزنیم. اینو مهندسی را فکر کنید بهش. اوه بابا زبون تو گاز گرفتی؟ مشت میزنه تو صورتت با مزهش. بابا یه بی قارچ بازی کنیم. انگار 20 تا قارچ کامل انگار تف دادی تو دهنت. انگار یه مایتابه جلوتونه. تف دادی مایتابه رو توی چیز قارچا رو تو مایتابه. مثلا بر می‌داری همونجا داری می‌خوری. ماجوری که تف نمی امو باش چقدر مزهش قویه. قشنگ انگار بچه‌ها قارچو به قول سرخ میکنن. چیکار میکنن قارچو؟ انگار تو مایتابه است داری مثلا میگه آقا یه دونه من بده اینجوری به هم داری می‌خوری. خیلی طعمش است. ولی بازم خامه رو من
من خیلی خواهم بخوام آقا همون کاملا آره. گفت دیگه چرب و چیله. مهندسی باید نگاه کنی. آره من نمره این 96 میدم. بزنین تو نخور کمه. خیلی نه بذاری بخوام جان من خیلی خوش بزن. نمرش 95. 90 خیلی خدای خوشمزه حقشه نمره بالای 90 واقعا حقشه. خوشمزه است. خب بچه‌ها از چیپسای نرمالش گذشتیم میرسیم به چیپسای با کلاس چاکلز. بله چیپس رویال با طعم سال نمکی دیگه با طعم این همون کتل چیتوز و مزه چیپس قرقاتیه ولی گونی چیه؟ ولی تو بسته‌بندی هر چقدر ساده‌اش خوشگل بود چیه آقا؟ اینو با گونی آوردن. گونیه. تو گونی کرده بودی کامیون اینو آورده بودی. بازش کنیم. بسته‌بندی که تنگی بدل نمیزنه. بزنم. چقدر راحت باز شد. بدی نی. از مزه چیپس مزمز بهتره. من یادم نمیاد. مزه خب روغن میداد. اون مزه روغن نمیداد. از روغنش کمتره. ولی خیلی نمکیه. نمکو داره. نمک مهمه. و ترد نه دندون مندونم گیر نمیکنه. ولی واقعا لازمش دندون رو ولی داشته سقف‌تو سوراخ میکنه. 84. یه نمره نرمال رو به بالا بشتم. چند بشیدی؟ 88. کیف کردی باش. خوب من بود. بدی نبود. بدی نبود. کیفیتش بالا بود. بالا بود. هر جا رسیدیم به چیپس آخر بگو، میرم چیپس جنگلی آخر گوش کن. چیپس آخر چیه؟ چیپس آخر چیپس رویال سرکه‌ایه. اینم تو گونیه. ببینم. رویال سرکه‌ایه. من یه حسی میگه این از همه‌شون بهتره. من همینجوری دارم میگم. من با اینکه از تو بدم میاد میخوام مخالفت باشم میگم این از همشون بدتره. بدتره دست درد نکنه. خیلی. بذار با هم بخوریم. چرا بخوریم کوچیک بود نامرد. همون مزه سرکه نمیدم. میدونم. هم خیلی خیلی کم. نسبت از اون به اول- سرکه‌ایه خیلی آره. علی نه سرکهش خیلی کمه. من با این بیشتر از اون یکی سرکه حال کردم. نمیدونم چرا. چون سبکش این خورد میشه و واسه من که ترتره سرکه رو دوست ندارم بهتره، یعنی ملوه. میتونی زیاد بخوری ولی سرکهش کمه واقعا. اون یه جوری بود. اون نه من چیپس آره. نم زیاد دوست ندارم. کیفیتش- سلیقه‌ای ها کیفیتش خودش. خوب بود خودش. کیفیتش بالا. من بهش 89 میدم. خوشمزه و خوش طعم. 87. 87 برای این میدی ولی مطمئن باش این بهتر از اونه ولی باز تو اونو دوست داری. من نمیدونم نه چرا. من بیشتر به این دیدم. بیشتر دادی؟ آره. برای تو سرکه‌ای 88 دادی 87 نه. آره دیگه آره یه دونه دیگه. دیدی درست گفت. بالاخره. خب این از چیپسای چاکلز بریم به جمع بزنیم و من چارتای برتر رو بهتون معرفی کنم. باشه من تو با جمع بزن. خب بچه‌ها رسیدیم به مرحله فینال مسابقه. بله. فینال که البته نیمه نهایی من میگیرم چارت برتر بهتون معرفی میکنم. کچاپ، بله. سیر و سبزیجات، قارچ و خامه و سرکه‌ای رویال. قارچ سکی رو من بالا. بله بله. آی. تو این مرحله سیر و سبزیجات و قارچ و خامه با هم دیگه قراره سیر رقابت کنن. سیر و سبزیجات با نمره 179 و قارچ و خامه با 191. این خیلی بهتره. خلاف. ولی مزه پیتزا میداد بچه‌ها. پیتزای با کامیون سیردار. آره پیتزایی که سیر قاطی شده و سبزیجاتش هم ما تو سریع تست کنیم ببینیم برو کدوم میره بریم. دیگه. برو ببینیم. چون نمونش نظرمون رو دادیم. یه کوچولو بندش ممنونم برو یادیه. پیتزا و سیر. ولی نزده اینجا پیتزا ولی ما مزه‌شو میگیم شما هم مطمئن باشید میگید. خیلی خوشمزه است. دقیقاً از قدیم هم گفتن دیگه میگن کاشی که به سقفه بیا چه منتش به سنگه. بیا. اصلا ما گوش دیگه نمیدیم که بخواد چی بگه. ضربول اصلا ما مثلا گوش نمیدیم. 10,000 تا قارچ تو دهنم انگار. جفتشون عالیه. جفتشون خدا هم. الان این بس- بعد فینال میشد آقا. خیلی سریع میخوام بگشون رای بدم تو این بریم. دوتا خیلی رای اون بریم. 1 2 3 ببین اینم خدا. هم نظری. چیزی از ارزش های این کم ولی نمیشه. دلم سو خورد به این بچه آره. قارچه مزه قارچو بهت میده انگار سرخشو اصلا انگار مزه روغن همه چی رو بهت میده. اینم من به خاطر چیزش زیاد حال نکردم این که مزه احساس کردی مزه پیتزا میده بعد زره روی سیر و سبزیجات خوشمزه بود. ما رو یه یکی خرید بخورید اون. آره اینم خوبه. خب رسیدیم به مرحله بعدی. چیپس کچاپ در مقابل گاد. تیپسه؟ چیپس رویال سرکه‌ای. کامل رو کچاپ چی میگفت؟ یادم نیست. قیمت رویال کچاپ چنده؟ گوجه کچاپ. گوجه کچه چیزی میگفت. یادم نیست. قیمت میگم قیمت قیمت 176 بوده قیمت 182 بوده. مثلا 182,000 تومن میدی مثلا این نمرش بیشتر شد. فکر کن این همه گنده فلان بیسار اینو ما بهش نمره بیشتری داریم. اول از این بریم. از این ببینیم گونیه چی داره. خوشمزه است. واسه با هم بزنیم. نامرد سری
میخوره اصلا نامم. کند قریب سرکه ملو نمکی سفت سق سوراخ کن. من سرکه بازم بیشتر از تو، ولی آه. گفتم اینو بیشتر از اون دوست دارم. من دیدم علی معمولا یه لیوان سرکه من میذاره یاسر مثل آب میخوره. صبح سرکه میخورم. این خوشمزه است. خوشمزه خوش‌طعمه گاده. یه توضیح این دربارش دیگه. اینو ببینیم چی میگه. علی صبح هم سرکه رو یه میخوری؟ سرکه داشتیم قبلا، حالا براتون توضیح میدم. داریم ویدیو قبلی هستش توی چندی. مزه سخت میده. من خدا. رفتم به کودکیم از 20 سال قبل. مزه سخت. خیلی. سال قبل تو 4 سال کچاپ می‌خوردی؟ 4 سالم بوده چیپس میخوردم بالاخره. آره. آقا جفتشون عالیان. جفتشون خدا هم ولی ولی یکی یکیشون بخیر. خیلی خداتره. این دفعه تا 3 به 1 میشماریم. این دفعه 5 به 9 میشمارم. 5 6 7 8 9 واقعا 9 این بهتر شد. اصلا نفهمیدم ارزش چه حساب کتابی داشت پیش میره، اصلا نفهمیدم. خوش‌طعم‌تر، خیلی خوشمزه مزه است. گوجه رو، مزه کچاپ، مزه سس میده. مزه گوجه نمیده، مزه سس رو قشنگ آره، میگیری. چرا به این رای ندی؟ یه توضیح سریع بگی. دوست داشتم خدافظ. نداشتی من به اون توضیح بدم به بچه‌ها که اون داستان چیه، سریع رفتی. حالا از کدوم شروع کنیم؟ آره کنم شما عزیزم جوکر نمیکنم. مگه نگفتی تمام چیپس شوکز اینجا هست؟ خب الان شما حس نکردی یه چیز کمه اینجا؟ نه. یه تم کم نبود. یه سوال ازتون دارم. نگو شما فلفلیه. تم کم راست نیست. میگه، یه تم کمه. من فهمیدم، راست میگه. بذاری الان اما همیشگی الان میاره. خب سلام و درود بچه‌ها، خوش اومدید به جوکر داستان. خسته شدیم بله، از جوکر. دیدم. بیچاره کردیم ما رو. جوکر طعم معروف خود اصلا چیپس باشه من فهمیدم. فلفلی نباشه. من راحت ببین کلا کارش یه چیز قرمز و سیاهی که تاریخش معلوم نیست و تنده. کلا از هر اصلا چیزی با چیزای فلفلی فکر کنم قرارداد خیلی بسته. کار می‌کنی. کجاش تو شرکت فلفل اسپانسرت هم فلفلیا. تو چه شرکتی کار می‌کنی که کلا چیز بریم ما واسه داداش خب اینو ببین از کجا آوردی؟ من به احترام داور عزیز گلمون که داره هیویس دیشت بازه، به احترام کامیار ما اینا آخر می‌ذاریم چون کامیار دوست داره جاکراشو ما آخر کدوم اول؟ قارچ بازی کنیم. قارچ مزهش زیاده. خب اول از این از اون بریم. آره استخر بریم ببینیم استخر پر از سس چیکارمون کوچیک برشن. واقعا به نظرم از همه کچاپ‌های شرکت دیگه بهتره. قشنگ مزه سس قرمز رو میده، چیپس خوش‌طعمه، دم روونه، نرم نی نمکی هم داره، یعنی کار شده روی. خیلی به قول کامیار خوشمزه. مهندسی شده. مهندسی برو شده. قارچ. این ولی مهندسیش خیلی بیشتره. این چون عجیبه. عمدتا از 10 نفر شاید یه نفر این چیپس این سبکی تست کرده باشه. قارچ همه زیاد نخوردیم هممون دیگه. باورت نمیشه با مش میزنه تو صورتت مزهش. اینجا قارچو بخو. قارچو بگه. به خدا انگار که با مایتابه قارچو اینجوری ریخته این تو من دارم. واقعا خیلی خوشمزه است. خوش طعمه. بریم دور کامیار ببینیم. کامیار اینطوری باز نمیم با احترام باز چی جوری بعدش پرتش کنیم؟ میکنم مثل دفعه قبلی ها. هستی دور پرتش کنیم. نه اگه بد بود پرتش میکنم. آقا اگه خوشمزه باشه خیلی عجیب میشه. ما فلفلی رو زیاد نتونستیم رای بدیم. و یکم میسوزونه واقعا. البته بگم ما چیزی مثل فلفل قرمز روشه ولی سیاه. نه اینا رو ریختن تو رنگ قاطیش کردن. مزه فلفل میگه سیاه. رنگ دادن فلفل سیاه رو. مزه فلفل قرمز نمیده، مزه فلفل سیاه. تندیو میده. آه. تندی تو گلوم گرفت. خوشمزه است. یعنی یه جورایی این با این توی یه رقابتی افتادن. این جداست بحثش. و اینکه خب قارچ فلفلیش هم باز از شرکت‌های دیگه بهتره. ما ستاشون رو تست کردیم. بله. و ستاشون خوش‌طعم بودن. خدا فکر نمی‌کنم بودن. فلفلی اینقدر پا به عرصه بذاره. خوشمزه بود. ما بعداً دوم سومیشون هم میگیم. اول مشخص کن. خانو مشخص کنیم. اوکی؟ من اومدم. بریم تا 10 میشمونیم. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 2 10 گاش برنده این میدان شد ولی زود گفت یه دفعه ما همه چیمون با هم بود. آقا دقت کردی؟ قبول داری این خیلی خفن بود اینم خیلی خفن بود. آره. اینا دلم برای سوخت ولی واقعا خانها خیلی خاص و خوشمزه و قارچ. قویه. عجیب بود. خب دوم سوم کدومه؟ نمیدونم. من دومم میده. تو دومت کدومه؟ من دوم اینه. اینه. من میگم دوم. بچه‌ها خودشون میگه میفهم باهوشن. بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. بچه‌ها خودتون دیدید که قهرمان ما کی بود و چی بود و بچه‌ها لایک ویدیو، کامنت انگلیسی، سابسکرایب چنل، زنگوله نوتیفیکیشن فراموش نشه. کامنت انگلیسی حتی امکان بذارید. خیلی دوستتون داریم. انگلیسی کامیرا اون طرف میگه انگلیسی. میدونی وقت چیه؟ وقت چیه؟ بریم ببینیم. دقیقا وقتی مثلا چیز میخوری دیگه مثلا کله پوچه رو میخوری با نونخامه خفش. آره خفش. برو نونخامه کله ترشی پاچه. هم اصلا داشت تو نونخامه کله پاچه رو بخور. من هر چی خواستی بهت میدم. ترشی با ماست. روز دارم میخورم. ترشی با ماست بخور. ترشی با ماست قوت قالبمه. ایناش هم باحال بود پیتزایی. بعد
دیوونه است. برو. این بوی خاص کلوفتره دیگه قاعدتا. آره دیگه، تردت ببخشید ما یه لحظه بریم آقا.